سلام بچه، امروز داریم با یه ویدیو خفن دیگه. خب بچه ها، در این قسمت ما پروژه بزرگ پارت دومش داریم. پروژه بزرگ پارت یکش رو اگه دیده باشید که حتما لینکش بالای صفحه میاد و آقا دیسکریپشن گذاشته میشه، حتما برید ببینید اون ویدیو رو که خیلی خفنم شده. یه گودال خیلی بزرگ کندیم و پارت دوم من تزیینات گودال رو انجام میدم، یعنی انجام دادم و حالا میخوام بریم سراغ چست گذاری اون بخش. خب اول نیاز داریم که درخت ها رو بکنیم و از چوبش اوکپلنز درست کنیم و از کرافتینگ تیبل چست ها رو درست کنیم. خب من داخل ادیت این بخش رو تون میکنم که حوصلتون سر نره، پس برو بریم. خب بچه ها، همونجوری که داریم میبینید زیرو از ماهی کار کردیم، ماهی و آب، و کفش رو با قیچی با شیشه کار کردیم. قیچی بود، با شیشه کار کردیم. و اینکه حالا میریم سراغ ادامه که من باید یکم برگ بکنم و چستان و دور تا دور بزنم. برای همین کم داریم و نیاز به چوب درخت. فعلا میگیریم امشب و میخوابیم و سپری میکنیم که فردا بریم اول برگ ها رو بگیریم و بعد چوب بکنیم برای ادامه چست گذاری. این قسمت کلا چست رو قرار میدیم و حالا وسایلی که فعلا تو دستمون هستش میذاریم داخل اون چست رو دست بندیش میکنیم و در قسمت بعدی با این پروژه فعلا خدافظی میکنیم، برای اینکه فعلا کارمون رو انجام دادیم. خب بریم ادامه ویدیو که ما بریم برگا رو اول بکنیم تا اینجا تزیینش انجام بدیم. خب وسطای این چست ها هم برگ بذارم که خیلی قشنگ فکرام بشه. اینجا من حالا چند تا دارم بذارم ببینم اگر کامل میگرد دیگه نیاز به برگ نداریم. خب بچه اینجا یه از چوبا رو اوکپلنزا رو تولید کردیم، درست کردیم و از این اوکپلنزا میخوایم حالا بریم چست بذاریم. یه چند تا چوب کم آوردیم، باز یه دو تا اونجا میخوایم و این پشتم باید چست افتادم اینجا که خب اینجا برگ فعلا بذارم، بعد برم از چست بالا چست خونم یکم وسیله بگیرم، یک دونه شیشه بگیرم که اونجا درست کنم. فعلا حالا برم چست چقدر کم داریم که اون چست رو حالا از طریق درختا بگیریم و درستش کنیم و این قسمت رو به اتمام برسونیم. لایک، کامنت و سابسکرایب فرموش نشه. من اینجا حالا استونا رو کندم که کابل استون کنم تا استکاش کامل بشه و دقیق باشه که 64 تا کابل استون داشته باشین، 4 استک. حالا امکان داره در قسمت بعدی بری فارم ایکس پی بسازیم، هنوز هیچی معلوم نیست
ولی امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. حالا اینا رو دسته‌بندی می‌کنیم و در قسمت بعد حالا وسایلم از اون چستم میگیرم و اینجا دقیق چیدمان میکنم. این وسطش هم بگذارم. نظر خودتون حتما تو کامنت ها بهم بگید. اگر خوشگل شد بگید، اگر زشت شد بگید که بردارم اون وسط رو. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.